بچه ها چطورید؟ امروز اومدیم با یه ویدیو جدید که همتون این بازی رو میشناسید. نمیشه نشه بازی بچگی هممونه. بچه ها این اولین کلیپ چالنج رو یوتیوب ماه کی گیم 123. اگه منو از یوتیوب نگاه میکنی لایک کن، سابسکرایب کن، نظرت هم بگو. خب زیاد حرف نمیزنم چون دوستم ندارم زیاد حرف بزنم. بچه من این بازی و این قسمت رو باز کردم که این ماشین رو تا الان ساختم خیلی ضعیفه. بعد تا الان این ماشینم باز کردم که تعمیراتشم رسوندم به این. میخوام تعمیراتش میخوام بقیه‌شو رو با شما بریم. اگه من جای اشتباه میکنم سوال داشتم بی زحمت اگه میتونید به من جواب بدین. خب بزن بریم. خب بچه این ماشین انقدر قویش کردم که خیلی میره دیگه. اینطوری بگم مثلا الان 3600 متر تقریبا فکر کنم باش بیشتریش رو رفته بودم. الانم که این جاده هاشه بیشتر این زمین رو رفته بودم. فکر کنم بچه جادهش تغییر کرده چون من یه جاده قبلی داشتش اینطوری نبود. فکر کنم تغییر کرده. آره تغییر کرده. مطمئنم که تغییر کرده چون الان که میبینم عکس تاجم تو مپ باید بیاد نیومده. اگه این بازی رو دارین بهم بگین که من هنوزم بدونم که این بازی هنوزم طرفدار داره. ماشین اینجا رو میکشه ولی تعادل نداره. بله گفتم تعادل نداره. خب اشکال نداره بچه من این زمین رو نمیخوام برم چون یه ساده است. این همه زمین اینجاست مثلا این سخته رو بریم نمیشه. چرا؟ میشه میگم. حاجی من تا حالا اینو نرفته بودم. اولین بارم که دارم میرم. جاده باحالی. این چیه حاجی؟ ماشین منو بعدم خودشون تمیز میکنن چون پولمون ندارم بدم ماشین تمیز کنم جان داشت برو بالا. منو اول کاری نذاری. بچه من نمیدونستم این بازی اینقدر باحاله که مثلا اینجور مپ داشته باشه اینجور گرافیکی. حالا تو ویدیوهای بعدی اگه حمایتم کنید من کم آورد هجی. گاز نده داشت ماشین کلن گلی شد. شت اینجا با فکرم لاستیک داشته باشیم. من که اصلا لاستیک ندارم. بیشتر ارتقای سرعت دادم برای بنزینمونم تموم شد. خیلی این راه مشکله. خیلی مشکله. نه نشد این سری نشد. اشکال نداره. چون این زمین ها رو اینایی که میبینی هیچ کدوم نمیخوام باز کنم. تو پارتای بعدی پیشرفتمون رو که انجام دادیم قشنگ پولدار که شدیم این مپو میخوام برم بچه ها. تا حالا یه بارم این مپو نرفتم. من قبلا بچه بودم اینو بازی میکردم. خیلی مشکله آجی. فعلا یه مپ داشتم اونو بریم. این من چون اولین بار کلیپ میذارم اولین بار کانال یوتیوب زدم. بعد اگه بازی‌های بهتری بازی‌هایی که پارت‌های خیلی خفنی بتونم برای شما درست شه مثلا از اون بازی خوشتون بیاد و بگین که من بذارم تا
حوصله‌مو سر نره تو کانال، من دوست ندارم. سعیم میکنم هر روز کلیپ بذارم، چون که میگم اولین بارمه، زیاد نمیدونم. همین هر روز کلیپ بذارم معلوم نیست، چون هیچی نمیدونم، هیچی نمیدونم هم نه اونجور که بچه ها بگم اولین مثلا نمیدونستم یوتیوب چی اومده. همین منظورم اینه که از یوتیوب سر در میارم ولی تا حالا نزده بودم. خب بریم. اسم این بازی هم داخل کپشن میذارم، چون بعضی ها هستن اسمشو نمیدونن، چون که این بازی خورده اسمشون آدم نمیدونه ولی خود بازیشو همه انجام دادن. این نمیشه یک آدم ایرانی باشی تو بچگی این انجام نداده باشی، مثلا نداریم همچین چیزی. ماشین من اینجور راه رو راحت میره بالا، بعدم سر کوچکترین چیزی نمیره بالا. ناگاه این راه رو خیلی راحت میره بالا، میبینی؟ ولی بعد مثلا تو یه جای خیلی کوچیک ماشین نمیکشه. اینجا رو راحت میره بالا قشنگ، ولی مثلا کوچکترین، من یادم میاد آقا این ماشین من تو اون مپ سبزه بود، آره تو اون همه جا میرفت، میرسید یه جا که اصلا ماشین اولی هم بعد اونو میرفت، ماشین من نمیرفت اونو. بیا الان اینجا هم گیر کرد. برو بالا بابا، بنزین داره تمام میکنه، برو برس. برو جان من، آخش فشار میخورم نره این تیکر یه ذره شتاب بگیرم. همین تیکه از فکر کنم نمیره بالا. نمیره بچه نره، باید یه فکری برای خود ماشین بکنم. بله یه فکری برای خود ماشین باید بکنم. ویدیو چند ثانیه شد؟ 8 دقیقه شد، چرا زود گذشت. خب این چیه؟ چند تا الماس؟ 100 تا الماس. دست شما در نکن، بازی خیره. خب 1000 تا برای من چیکار کنم بچه ها؟ میخوام اسمش چیه بستا پیدا کنم. اینا رو بگیرم که مثلا ماشین بکشه. 2 تا الان اینو گرفتیم، بزن بریم. تا حالا یه بارم از اینا نخریده بودم، از همین نیتروژن و نمیدونم مثلا کلا اون چند تایی که دیدین بالون و اینا رو اصلا هیچ کدوم تا حالا نخریدم. تو این بازی من میخوام پولدار شم. طبق تو همه بازی آدم دوست داره پولدار شه، ولی من میخوام اینجا خیلی پولدار شم. شما هم اگه یه کمکی بدین، چون زیاد از بعضی چیا رو میشه آخه آدم نمیفهمه. بعد شما بعد به شما میگم کجا نمیفهم، تو کپشن نه میگم که مثلا کدوم تیکه رو نمیدونم، شاید یکی از من بیشتر بلدتر باشه. بی زحمت اگه بگین. خب حالا زیاد حرف نمیزنم،
تا اینجای ویدیو خیلی حرف زدم، سرتون رو درد آوردم. بچه‌ها یه سوال برام پیش اومد، اینکه ویدیوهای ماینکرافتی واسهتون بذارم، چون که ماینکرافت یه خورده ادعایی ندارم ولی یه خورده حرفه‌ای هم بلدم. اگه دوست داشتین بگیم واسهتون کلیپ ماینکرافتی هم بذارم، چون خیلی طرفدار داره. چون میخواستم بدونم که سوال بپرسم ازت. این بنزین کجای دهن من سرویس شد؟ اوه پسر این چه میزنه بابا، دست خوش. این دیگه ماشین نکشید، چه خوب داد. برو برو برو، آفرین. خب بچه این تیکه بود فکر کنم، نکشید. برو 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 بسر. اوه. بابا دست خوش، خدای حلالت حلالت. اون تا چند تا جم بود، حلالت. الان اینجا ماشین گیر نکنه، جای حساسیه. بله جای اصلی اینجاست، مهم اینجاست. نه برو جان من، وای خیلی اینجا آدم فشاری میشه. کاش اونجا این یه دونه رو نمیزدم، اینجا الان رفته بود. خب متوجه شدیم که 3 تا باید بگیرم، یا 3 تا داشت بهم بده. 30 تا جمع 2 تا میشه. مثلا اینا چیه؟ مثلا یه دونه نیتروژن بگیریم. من مثلا نمی‌تونم. بعد واسه مثلا یه دونه هم با میشست. 2 تا بگیریم 60. این ارتقا بدیم 2 تا. اوه بچه ها به این میگن سرعت. 2 تا ارتقا دادم، دور موتور اومد آخر، سرعتم که بله، ولی تعادل ماشین نداره، این بده.
بچه خیلی سرعت گرفته. من گلوم گرفت. بیا بیا. آفرین. بچه تعادل و کمکش و اینا رو فکر کنم باید ارتقا بدم. 100% باید ارتقا بدم، چون که یه خورده داره اذیت میکنه. چرا هر سری دارم اینا رو رد میکنم؟ رسیدیم جایی که گیر کرده بودم. برو دیگه بابا، برو. نمیخوام بزنم دیگه، برو. آها، دمت گم، دمت گم. این چیه دیگه ناموسن؟ بابا بزن اینو بزن. هیچ راهی جز زدن اون نداشتم. ولی کم میاره، مطمئنم دیگه کم میاره. من برای همین میگم ببین تو کوچکترین جا نام اذیت میکنه. رفت. دست خوش. انتظار نداشتم بره. بیا. آی شت. اصلا اینجا نمیره آجی، نمیره، غیر ممکنه بره. به شرط قیزره پول گیرمون بیاد. سر 1659 متر ماشین واسطه. خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. دست شما در نکنه. واقعا خوشحال میشم به من امید بدین تا این کار رو شروع کردم تمامش هم بتونم بکنم. خلاصه که دیگه چیزی برای گفتن نمونده. خداحافظ.